به نام خدا گفته استم رپریستو اگر مرا یا تا استوریا نمیکنین اگر در کنوتون هممونو اکه توجیدین چرا خودت به دیوانگی میزنی؟ زبان دائم به حقارت مشغول است. تو همه که عقل نداری که ترد در این شبکه ها همه خود و کلام زن و مرد تماشا میکنند. آیا فکر کردی که الله سخنانی تو را نمیشنود؟ آیا گمان بردی که زبانت به حساب میماند؟ الله تعالی در آیه 18 سوره قاف میفرماید هیچ کلمه از دهان انسان بیرون نمی آید مگر آنکه فرشته آماده است آن را بنویسد. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند بنده میتواند یک کلمه گوید که با آن اهمیت نمیدهد ولی آن کلمه او را به دوزخ میافکند. امروز کامیرا پیش تو است. هر حرفی میگویی مردم تو را میبینند و میشنوند، اما فردا درون قبر فرشتگان میپرسند. آن روز نه پادکست تو را نجات میدهد، نه لایک، نه اودیتوریا، فقط اعمال تو. پس بیدار شو پیش از آن که مرگ ناگهان بیاید. زبانت را پاک کن پیش از آن که آن تو را به هلاکت رساند.